سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتین؟ شادید؟ شنگولین؟ دلتون خوش هست؟ وجدانن؟ ناموسن؟ هر کی از همه خوشتره بزنه لایکو بنویسه تو کامنت ها من خیلی خوشم. ما هم خوشحال میشیم، والله به خدا ما خوشحال میشیم. الکی صحبت نکنیم، بریم سر اصل مطلب. چه مطلبایی پا رو فراتر گذاشتیم، یه خورده داستانامونو مثبت فلان کردیم. آقا یه روز از ملا میپرسن که ملا جان، میگه جانم. میگه ملای عزیز، میگن جانم. میگه من یه اتفاقی برام افتاده. میگه چیه ملا؟ چیه آقا؟ ملا میپرسه. میگه حقیقتا ملا امکان داره یه زنی، میگه خب یه زن حالا جوانتر بودا، از یه مرد پیر 90 ساله 100 ساله بچه دار بشه. ملا با دستی به محاسن زیبای خودش به ریش و کاپالش میکشه، میگه حوالک، مگه داریم؟ مگه میشه؟ بعد میگه میشه. میگه چطور میشه؟ میگه اگه همسایه های 20-30 ساله داشته باشه میشه و هیچ عیبی هم نداره. جمله سنگین بود. یه هفته تعطیل. او مای گاد من. ملا یه دورانی قاضی بوده، قضاوت میکرده. تو این دوران قضاوت یه دختر خانوم زیبا چهره، زیبا رو، داستان راست کن میاد پیشش و میگه ملا جان. نمیگه ملا جان، تو میگه سلام جناب آقای قاضی. باز ملا مثلا حاکم بوده. میگه خب جان چی شده دختر نازم؟ قربون اون چشمای رنگید، اون زیبایی سیرت و صورت و همه جای تو، بفرما چه دردته دخترم؟ دختر میگه ملا حقیقتا من تو کوچه داشتم میرفتم، خلوت بود. میگه اوه ز خلوت ها بلا خیزد. چی شد؟ ادامه داستان. میگه نه اتفاق خاصی نیفتاد. میگه کوچه خلوت بود، یه پسر پرید یه بوس از ما گرفت. یه بوس از ما گرفت. ملا میگه بوس از تو گرفت؟ تو بوس دادی؟ میگه نه من بوس ندادم، اون زوری از ما بوس گرفت. چه حکمی میکنی؟ میگه تو این جور مسائل عزیز دلم ما حکم بر مقابله بر مثل میکنیم. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی تو هم باید بری یه بوس زورکی ازش بگیری. خدا وکیلی شد قاضی. ای چیز تو، ای بابا چی بگم. ملا شب عروسیش بوده، بزن و بکوب و ساز و دول و ورق و زرورق و ورق و فلان و اینا همه برا. ملا هم نشسته رو تخت پادشاهی عشق میکنه دیگه، زن گرفته خوشحال. آقا مردم نشستن سر میز که نبوده، همینجور سر سفره نشستن. آقا تو حیات و بساط و اینا غذا هر چی بود خوردن، میوه هر چی بود خوردن. ملا همینجوری نشسته ای خودشو میخوره، اعصابش شخمی. میگه ای بدبختی ها، مگه داریم؟ اینا کجاشون میکنن؟ این زیرشون سوراخ نداره مگه؟ این هر چی خورده نریده؟ یعنی چی؟ بابا اینقدر مگه میخورن؟ تو چقدر پول دادی؟ این همه میخوری؟ خلاصه کار نداره، ارث میخوره. آقا آخر شب میشه آقا یه دوری میزنه تو سفره اینا میبینه بابا هیچی مایه نمونده ازش. بله. میگه خب ولکو بابا، نخواستیم چه عروسی قهر میکنه. ملا میندازه میره. در حال رفتن صداش میکنه، میگه ملا بیا کجا میری؟ عروسیته باید تازه بری حجله. ملا میگه ولکم بابا، چیز تو همه کس اعصاب شخمی بوده، بعد جورایی فوش ناموس میده، همه کستون رو زاییدم، شما ما رو ساییدین فلان، اعصاب نداره. میگه بابا چی شده؟ بگو لامس. میگه بابا چه عروسی، یه چوس مسخال پول گذاشتن، همه چیز ما رو خوردن، فقط مونده بیان ما رو بخورن، اینو بخورن. میگه خب الان چی؟ یعنی مثلا چی؟ قهر کردی کجا میری؟ میگه آقا همه چیزا رو اونا خوردن، همه میوه ها رو، همه غذاها رو اونا خوردن، هجلهشو من برم؟ بگو خودشون برن. جلال خالق، مگه داریم؟ مگه میشه؟ ملا نکنی حرف. آقا
اصلا دیگه کوتاش میکنم. امیدوارم دوست داشته باشین. یه لایک بزن خوشت اومد، نیومدم به کتف چپتان کامنت بذار کجاش بد بود کجاش خوب بود. منم دوستتون دارم، میبوسمتون. love you فراوون. خدا نگهدار.